صحابه کرام چی میگفتن؟ صحابه کرام میفهمیدن که وقتی که میگفت که ید الله فوق ایدیهم، میگفت دست خداوند بالای دستهای از این است. خب ید چی ترجمه میکردن؟ میفهمیدن ید به معنای دست است، لکن تنها دست سرش گپ نمیزدن. اونجا میامدن آیت دیگه قرآن میخوانن که لیس کمثله شیء، مثل خداوند هیچ چیزی نیست. پس وقتی که میگیم ید الله، دست الله، پس اینه نباید با کسی با مخلوق تشبیه بکنیم. اصلا در قلب صحابه کرام تشبیه ایجاد نمیشد. چرا تشبیه ایجاد نمیشد؟ به خاطر ازی که اونا میفهمیدن که لیس کمثله شیء. امی قسم که ید الله رو میفهمیدن، امی قسم لیس کمثله شیء من حیث یک فرمول در کلهشان بود، عقیدهشان بود که تمام مخلوقات با خالق متعال کاملا فرق دارن. چرا؟ مخلوق که دست داره، دست مخلوق است، به مخلوق بودن از او دلالت میکنه. مخلوق اگر پای داره، دلالت به مخلوق بودن از این میکنه. اگر روی داره، روی مخلوق است، دلالت به مخلوق بودن از این میکنه. اما وقتی که باز میایم سر خالق گپ میزنیم، باز اینجا مخلوق از نظر خود چی میکنیم؟ اوسو میکنیم. پس میگیم ید الله، بله دست الله هست. چه قسم است؟ ما قسمش نمیفهمیم. کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. به کیفیت خود خشک است. خیلی وقتی دست الله کیفیت داره، چه قسم از کیفیتش؟ کیفیتش غیب است. ما میفهمیم؟ نه خیر، ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر ازی که او غیب است، ما غیب نمیفهمیم. خیر چه قسم عقیده کنیم؟ میگیم ید الله اونمو قسم است که به جلال و عظمت و شأن الله سبحانه و تعالی شایسته است. دیگه چیز میفهمیم؟ نه دیگه چیز نمیفهمیم. کیفیتش میفهمیم؟ نه خیر، کیفیتش نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ مربوط غیب است. در غیب شما مسلمان ها چی عادت دارین؟ ما در غیب تسلیم هستیم و سکوت میکنیم. خلاص. اما این کسانی که متأثر به فلسفه شده بودن، متأثر به منطق شدن، عیسی وقتی که فلسفه رو در اسلام داخل کردن، یک دفعه صاحب عقاید جور شد. مکتبای اعتقادی، این قدریه است، این جبریه است، این معتزله است، این خوارج است، این فلانی است، این فلانی است، این فلانی است. آنقدر مکاتب فلسفی و مکتبا پیدا شد که امیال وقتی که این در بعضی جایا بخونیم، باور بکو بعضی اوقات که استادا تشریح میکرد، موی در جان ما میخیست که چی میگه. و متاسفانه این مردمایی که زیاد بحثای فلسفی در غیبیات میکنن، بسیار احیانا از دایره ادب خارج میشن. امی که یک نفر در غیبیات زیاد دخالت میکنه، این بیادبی هست.